قرغانی های عزیز و همچنان مزاری های عزیز، حتما باید بر من نام ای چشمه شفا را در کومنت ها بنویسید. ما بالاخره رسیدیم به چشمه شفا، جایی که مقصد ما بود، میخواستیم بیایم ازش دیدن کنیم. واقعیت وطن عزیز ما چقدر جایای زیبا ما فعلا در پایان هستیم که آستاستا اینم قسم کل ما میریم بالا میشیم و نزدیک میشیم به چشمه شفا. یک جایی است که واقعیت بسیار دیدنی، مقبول و آب بسیار پاک و همچنان صفا سرد آب داره. قربان خداوند شوم، شما قدرت های خداوند در اینجا ببینین. دقات اینقدر سنگا، در این تپه کلان چشمه که آب پاک صفا میه، واقعیت آدم حیرت زده میشه. ایره میبینین چقدر یک آب صفا و پاک. فالوورای عزیز ما که در افغانستان هستین و یا همه خارج از کشور، آیا شما در این چشمه شفا یک بار رفتین؟ کسایی که بخصوص از طرف سمت شمال مزار شریف، تاج قرغان، شبرغان، سمنگان در این طرفا با شاید زیادتر در اینجا رفته باشن. ما از دیدن هر گوشه وطن ما اینقدر لذت میبریم که هیچ پرسان نکنید. اگر مثل اروپا و کانادا و امریکا وره نیست، از او کرده هم بعضی جایایش کم نیست.